شما قرآن صحیفه زنید بیاید به سوره نحل آیت 58. شما قرآن صحیفه زنید بیاید به سوره نساء آیت 22. شما قرآن ورق زنید آیید به سوره تکویر آیت 8 و 9. مادر عزیز، شما پیش از اسلام، خواهرای عزیز، شما پیش از اسلام، پیش از این 14 عصر قبلا خدا تاریخ شما را در قرآن بیان کرد که حال شما چی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون ام يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. پروردگار میگوید چی ننگ بود، چی سرشکسته بود، چی شرمنده بود آن مرده که در خانه او دختر به دنیا می آمد. ایمسکو علی هون ام یدسو فی التراب. خدا میگوید اون مردها پیش از اسلام، این دختر نازنینه که در لولک گویم، در گهواره گویم، که در چهره او یگان ذره بدروگی و چرک وجود نداشت. چهره او جلوه میداد، مادر او غم میخورد، برای گریه او آزرده میشد. این پدر او را میگرفت از داخل گهواره و میبرد. خدا میگفت زنده به زنده زیر خاکش میکرد تا که از این شرمندگی خلاص شود. یا دوسو فی التراب، خدا میگه او را زنده به زنده زیر خاکش میکرد. تفسیر ابن کثیر که یکی از تفسیرهای مشهور در روی دنیاست، قصه میکند که قیس ابن عاصم 13 دختر خود زیر خاک کرده است. تاریخ بیان میکند دحیه کلبی از دخترها تا مدیره های خود تا زمان اسلام آوردن 70 دختر خود زیر خاک کرده است. ببینید قدر، بینید منزلت زنها قبل از اسلام بینید. خدا در سوره نساء مخصوص به نام زنها میفرماید ولا تنکحوا ما نکح من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. خدا میگوید مردها بعد اسلام شما آن زنهایی را که پدرهاتون نکاح کرده گرفته بودند که مادر شما هستند اونها را نکاح کرده نگیرین. این کاری بدی است که قبلی ها میکردند. و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. خدا میگه روز قیامت اینهایی را که زنده به زنده گرانیدند اینها از گریبان پدرها و مادرها میدارند به چی گناه ما را زیر خاک کردی؟ مادر عزیز، این چی را بیان میکند؟ این را بیان میکند که شماها منزلت نداشتین، شرف نداشتین، قیمت نداشتین. وقتی اسلام آمد، وقتی این قرآن پاکیزه و تازه و مقدس از جانب پروردگار با رسول اکرم آمد، سفارشی در او چی بود؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینها برای شما لباسند، شما ای مردها لباس زنها هستید. وقتی اسلام آمد پیغمبرمون حبب الی من دنیاکم النساء گفت محبوب ترین آن چیزی که در دنیا برای خود دارم این طایفه زنهاست. وقتی اسلام آمد اللهم انی احرج حق ضعیفین گفت پیغمبر، روز قیامت بالای مردهایی که در زنها ظلم میکنند من نزد خدا دعوا میکنم، اینها را از جمله گناهکارها میشمارم. این اسلام عزیز قدر و منزلت شما را مادرای عزیز بینید بلند برداشت. برای چی شما شان و شرف خدا را پس میکنید؟